خلق عزیز ما به همه چی ارزنده است. من وطنم را، ملتم را، خلق عزیزم را از جان خود بیشتر دوست می‌دارم. به همه چی ارزنده است و مردم شریف تاجیکستان قادر است آن مشکلات، آن بعضا نارسایی که در جامعه است در سالهای آینده ای تاجیکستان درخشان است برطرف میکنیم در یک جایگی با تکیه به مردم شریف تاجیکستان. اینچنین من از همه آنهایی که در سالهای وزنی با من همکاری کردند، در پهلوی من بودند، بینیاد می‌دارم و به هر یک آنها کمال عمر و دولت پیری آرزومندم. عمر دراز بدید. هر کی یک کدام تو، من یگان تنی شما را فراموش نکردم. یگان کسی شما را فراموش نکردم. دائم به یاد می‌آورم. در جلسه‌های حکومت، در جمع آمدهایی که می‌شود، پرسان می‌شوم. یک چیز را می‌گویم، دنیا دولت داره همین در کار به کم و کاست نمی‌شود. جامعه خودش همین است. در یک عائله 5 فرزند باشد، یکیش نصیحت پدر و مادر نه قدر می‌دهد. همین است. لیکن در دولت داری من آنچه که کردم عزت نفس یگان آنهایی که به من کار کردن نرسیدم تا توانستم خدمت‌های شما را قدر کردم. اگر نکرده باشم زیانم نرسیده است. حیات همین است. هیچ کس سرش را آهن نمیگیره. ما باید تربیت کنیم کادرهای جوان را. نترسیم. ترسیدن ما در کار نیست. برعکس دیده دانسته تربیت کنیم که آینده بعد از سریمای شما این سیاست را پیش برده توانند، دولت را صاحبی کرده توانند، رهبری کرده توانند، مردم را صاحبی کنند، دولت را صاحبی کنند، رشد دهند، ترقی کنند. دل پاک داشته باشید نسبت به ملت، نسبت به دولت. به ملت و دولت خیانت نکنید. شکر کردم آن را کار. سلامت باشید. شکر کردن در کار که ملت تاجیک صاحب دولت مثل کشورهای ابد کلی اعضای سازمان‌های بین‌المللی و یک آواز دارند و این روز میشناسند، احترام میگذارند، پیشنهادهای ما را قبول دارند. شکر کنیم، شکرانه کردم در کار. تربیت کنیم، صاحبی کنیم. در عرصه بین‌المللی بازم آبروی ملت تاجیک، دولت تاجیک را بلند برداریم. دیگر همه چیز میگذرد. امروز در مذهب هستیم، نیستیم، امروز گشنه هستیم، پگاه سیر هستیم، دیگر هستیم، میگذرد. لیکن این چیز میماند. ملت هایی هستند که ده ها، قریب 40-50 میلیون هستند. 60-70 سال شد برای صاحبی یک پارچه زمین شده مبارزه میلیون ها قربان شدند. برای همینم سرجم باشیم، متحد باشیم، جوانان را تربیت کنیم. می توانیم یک نفری را با راه درست هدایت کنیم، یک کادر جوان را تربیت کنیم. نمی توانیم کوشش کنیم که به ملت و دولتمان زیان نرسانیم. نسبت به دولت، ملت، وطن خود خیانت کردن در کار است. در یگان حالت خیانت کردن در کار است. مرگ در راضی شدن در کار او، مرگ در خیانت کردن در کار نیست. خیانت نه بنده میباشه نه خدا. خیانت کن.
سلامت باشید. ما باید به این بد نیز سرجم و متحد باشیم، نعمت قیمتترین زندگیمان استقلال و آزادی را حمایت کنیم. دستاورد بزرگترین دوران استقلال صلح و آرامی، ثبات سیاسی و وحدت ملی را باز هم تحکیم و تقویت بخشیم. ما باید همیشه و مخصوصا در لحظه های وزین و خطرزا متحد و با صبر و تحمل باشیم. از کم و کاستی های زندگی روح افتاده نشویم. دست یکدیگر را گیریم. دولت ملی خود را صاحبی کنیم و وطن محبوبمان را آباد نماییم. باور داشته باشیم که آینده تاجیکستان درخشان و فردای زندگی مردم تاجیک آسوده و آباد است. بگذار استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان همیشه پایدار و مردم شرفمند تاجیکستان تا ابد سربلند و سرفراز باشند. بگذار استقلال و آزادی در دل هر یک فرزندی با ننگ و ناموس تاجیکستان آتش مهر و محبت به سرزمین نیاگان و سرجمی و اتحاد را دائم فروزان نگاه دارد. بگذار صلح و آرامی، ثبات سیاسی، وحدت ملی، عزم وطنسازی و وطنداری و هدفهای نجیب سازندگی راهنمای آینده نیکی پیر و جوان مملکت باشد. پاینده و جاویدان باد استقلال و آزادی خلق تاجیک و دولت تاجیکان. جاویدان باد دستاوردهای بزرگ زمان استقلال، صلح و آرامی وطن، ثبات سیاسی جامعه و وحدت ملی مردم شرفمند تاجیکستان. زنده و جاوید باد دولت صاحب استقلال تاجیکان. پاینده باد ملت کهن بنیاد و تمدن ساز و صاحب معرفت و فرهنگ سالار تاجیک. تاجیکستان به پیش به سوی قله‌های باز هم بلند پیشرفت و ترقیات. جشن 30 سالگی استقلال و آزادی وطن مبارک باشد هموطنان عزیز.